بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حضرت رسول الله. اما بعد، درود و سلام خدمت دوستان عزیز هموطنان گرامی. امیدوارم صحت و سلامت باشین. هموطنان گرامی، نگران اوضاع نباشید. انشاءالله حکومت ظالم و مفسد غنی و پیروان مزدوران سرنگون شده است. شما به هیچ وجه نگران اوضاع نباشید. کسی به عزت و ناموس شما دست اندازی نمی کند. هدایت امیرالمؤمنین حفظ الله است که هیچ مجاهد امارت اسلامی به عزت و جان حتی حکومتی ها کاملا در امان است. این سنت نبوی علیه السلام است. در فتح مکه که تماما همه حتی مشرکین که در فتح مکه امن دادن، شما خو الحمدلله هموطنان عزیز، شما به مسلمان هستین، شما برادر ما هستین. ما از آدرس امارت اسلامی برای شما به اطمینان کامل میگیم که هیچ کسی به عزت و جان مال و ناموس کسی به کسی کار ندارد. هر دوستی که مشکل دارد نمبر واتساپ ما است، با ما با تماس و ما با مسئولین در جریان میمونیم. هر کسی فقط متوجه باشین که بعضی افراد استفاده جو، فرصت طلب و دزد و باش با استفاده از تغییر اوضاع کدام به عزت و جان و مالتان ثروتتان دست اندازی نکند. شما مسئول هستید به دفاع از عزت و جانتان، از خانهتان. شما خودتان دفاع کنید و اگر مجاهدین در نزدیکاتتان می باشه، شما از هر ظلم و جنایتی که هستن آنها را در جریان باشید. در غیر از او، شما اگر کسی از آدرس امارت اسلامی به شما ظلم میکند و بی‌عدالتی میکند، دست اندازی میکند، به هیچ وجه به این فکر نباشید کلش توطئه و دسیسه های نمی حاکمان ظالم و ستمگر بوده. شما مطمئن باشید که دستور امیرالمؤمنین و مولوی صاحب یعقوب حفظ الله است برای همه مجاهدین امارت اسلامی. کسی به کسی ضرر نرساند، به اماکن عامه، به منفعت عامه، به جان و به عزت و به ناموس هیچ نگرانی نداشته باشید. ما از آدرس امارت اسلامی برای شما کاملا اطمینان میدیم که هموطنان عزیز در سراسر کشور شما در امن و امان و زیر یک حکومت اسلامی و شریعت قرآن محمدی انشاءالله زندگی میکنید. ظلم و ستم و بی‌عدالتی محو نابود شد و از خداوند فرصت برای ما داده. سپاسگزار باشیم و از مردم پنشیر خواهش میکنیم خدا به خاطر بقای چند مزدور به عزت به عزت و بی‌آبرو نسازید. الحمدلله تشکیل مجاهدین پنشیر از خود مجاهدین پنشیر هستند. کسی بیگانه ان شاء الله که به عزت کسی به عزت و آبروی کسی به عزت چشم ندوخته، کسی دست اندازی نمیکنه. همه اقوام، همه برادرها با هم برادر مسلمان هستند. هم به عزت و آبرو و ناموس و به حقوق مسلم یکدیگر احترام قائل هستند. پشت توطئه و دسیسه کسی نگردین، پشت فریب و این چیزا نگردین. همگی نصرت و پیروزی از جانب رب العزت از این فرصتی است که الله متعال سپاسگزار باشیم، سجده شکر ادا کنیم و الحمدلله که اسلام پیروز از این وعده رب العزت از و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. با عزت باشین، سربلند باشین، پیروز با امت مسلمان سرنگون با ظلم، ستم و استعمار و مزدورانش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر شما عبدالحمید خراسانی، عضو مجاهدین امارت اسلامی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.